بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی، دوستان و عزیزان و مسلمانان و مخلصین، خواستم در این درس یکی از جمله خواص و ویژگی های یک سوره بزرگ از قرآن کریم را به شما اشاره داشته باشم از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. سوره فاتحه هست. سوره فاتحه خواص و فضیلت و برتری هایی که دربارش احادیث وارد شده خواستم به شما بیان کنم، و تا اینکه از خواص این سوره، از فضیلت این سوره، از مزایای این سوره برخوردار شویم، تا اینکه خدا به برکت از مشکلات ما شما را حل نماید. حضرت اسما رضی الله تعالی عنها دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه این مبارک درباره خواص سوره فاتحه حدیث نقل میکنه. اسما دختر ابوبکر صدیق، دختر شخصیت که مقام و ارزشش بعد از انبیا بهترین انسان است. اون حدیث را نقل میکنه، میگه هر کس روز جمعه بعد از سلام دادن مولا امام نماز جمعه را، یعنی امام نماز جمعه را سلام داد که 2 رکعت فرض جمعه را سلام داد، بعد از سلام مولا امام اگر سوره فاتحه را همراه قل هو الله احد، همراه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس 7 بار بخواند، الله سبحانه و تعالی تا جمعه آینده، تا جمعه دیگر، دین و دنیا و خانواده و اولاد و امکانات زندگیش را از هر بلا حفظ می فرماید. هر نوع مصیبتی که خدای نخواست از این جمعه تا 7 و 8 روزی که جمعه دیگه میایه، تا جمعه دیگه میایه، به برکت خواندن سوره فاتحه، خواندن سوره اخلاص، خواندن سوره قل اعوذ برب الناس یا معوذتین که نام دارد که قل اعوذ برب الناس فلق میگه، اگر کسی بخوانه خداوند متعال از این جمعه تا جمعه آینده، تا هفته آینده، دین و دنیا و ایمان و خانواده و فرزندان و اولادان و فامیلت را مأمون و محفوظ پروردگار برکت این سوره می دارد. یک. دوم، از جعفر صادق رضی الله عنه یا رحمت الله علیه روایت است، اگر کسی که سوره الحمد شریف را بر آب پاک و خالص 40 بار بخواند، در یک لیوان آب، گفته ایرانیا، در یک گلاس آب، در یک بوتل آب، به شکل در یک بوتل آب یا در یک جک آب 40 مرتبه سوره الحمدلله شریف را بخواند و در داخل آب شف کنه و دم کند، بعدا این آب را به دهن مریض یا به کسی که به مرض مبتلا است، هر مرضی که باشه، هر نوع مرضی باشه. میدانین عزیزای من، نسخه های دنیا ادویه هایش مشخص است، این دوا به این مرض، این ادویه به این مرض، اما نسخه قرآنی و آیه قرآن کریم که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یک نام سوره فاتحه سوره شفا هست، هر نوع مرض، هر نوع امراض، هر نوع تکلیف را برای شفا هست، نسخه عامه هست، هر جزئیات دردت را تداوی میکنه انشالله. چرا؟ اینا دوا هستند. قرآن شفا هست، متوجه هستین؟ مثل عسل شفا هست، دوا نیست. دوا امکان داره که تو را بسازه و جور شوی، امکان دارد که نسازد، اما عسل، قرآن این چیز الله شفا فرموده، در شفا با شفا بخشی هست. بنان حضرت جعفر صادق بزرگوار می فرماد رحمت الله علیه، هر کسی که به یک بوتل آب یا جام آب یا گیلاس آب
40 مرتبه سوره فاتحه را دم کند و بخواند، بر مریضی که مبتلا به هر گونه مرض از امراضها در جانش آمده باشد او را برش بخوراند، به اذن الله جل جلاله شفایاب می شود. اعمال قرآنی حکیم الامت اشرف علی طحانوی ای در اونجا وجود داره، این مسئله در اونجا هست. سوم، هر کی در هنگام ورود در خانه، هر وقت که شما برادران عزیزان مسلمانان میخواهید خانه برین، اثر کارتان، اثر وظیفه‌تان، اثر مسئولیتتان وارد خانه میشین، یا شب یا روز یا شام یا خفتن. هر کسی که به طرف خانش میره، به سوی خانش میره، در داخل خانه میخواهد بدراید، وارد خانه که شد، در خانه در آمد، سوره الحمدلله رب العالمین را بخواند و سوره قل هو الله احد را بخواند. خداوند کریم و بزرگ فقر را از او دور میگرداند و غنا و پیسداری را نصیبش میفرماید. عزیزان من، سوره الحمد شریف کل مسلمانان داره، این میره هر کس داره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخره. هر خرد و کلان می داریم. هر وقتی که در خانه در آمدین، از اقتصاد و پریشانی های کار و بار و امکانات روزگار اگر شکایت دارین، در خانه داخل شدین، الحمدلله شریف را بخوانین، یک بار دو بار هر چی که میخوانید. تعدادش اینجا مشخص نکده ها، در حدیثی که آمده اندازش مشخص نکده، گفته که در حدیث آمده هست، در حدیث آمده هست چی کنه که در خانه وارد میشه، در خانه میدراید، سوره الحمدلله شریف را به همراه سوره اخلاص قل هو الله احد بخوانند. خداوند متعال فقر و بیچارگی و کم اقتصادی و بیپولی و روزگار خرابیشه برطرف میگرداند، غنا نصیبش میشود، پیسداری نصیبش میشود، امکانات اقتصادیش بالا میرود. چهارم، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زمانی که برای خواب در جاگاهتان، در بستریتان، در لحافتان داخل میشین و از یک پالو در دیگه پالو که لوت میخورین، امکان دارد که یک گزنده باشد، خزنده باشد، کژدمی باشد، یا مسافر از دشت و دیاراه میخوابین. هر کسی که در بستر خواب داخل شدن سوره فاتحه، سوره قل هو الله احد را بخواند، از هر بلا، از هر مصیبت جز مرگ در امان میمانه. این غیر از مرگ در جای بستر خوابت هر مصیبتی که سرت میاد، مثلا زلزله میاد، دم شبها کم زلزله وطن را خراب کردن نی، زلزله میاد، پیش از اینکه درخت خواب بیداری دم جاگه که خواب میشدی، خوابت نبرده سوره الحمد شریف را بخوان، سوره قل هو الله احد شریف را بخوانین و هر نوع مصیبت و بلا اگر بیاد بجز مرگ، یعنی مرگ دیگه چارش نیست، نه اذا جاء اجلهم لا استأخرون ساعة ولا استقدمون. باز مرگ قیامت پس و پیش نمیشه. غیر از مرگ هر مصیبتی، گزنده، خزنده، دزد و این آن، غیر از مرگ دیگه خدا نمتال برکت صورت در امن و امان خوانندهش میگرداند. این چهار شد. پنجمش، هر کسی که از ضعف بینایی چشمش شکایت داره، این چشمش کم بین شده، ضعیف شده، سوره الحمدلله شریف را بخواند و بعد از الحمد خواندن این دعا را 7 مرتبه بخواند. شفاء من کل داء برحمتک یا ارحم الراحمین، شفاء من کل داء برحمتک یا ارحم الراحمین. این هم در آخر 7 دفعه بخونه. الله جل جلاله به برکت این سوره بینایی چشمش را زیاد میگرداند. این بود 6 خصوصیت سوره فاتحه. ان شاء الله دیگه خصوصیت هم داره، در درس های آینده ان شاء الله اشاره خواهم کرد.